من اصلا نمیدونم چیه، فقط میدونم که واو. طریقه کامل مش کردن دست، این آموزشش. من مثل امیرم خیلی خوش اومدیم به یه برنامه خیلی جذاب و زیبا به اسم هایبانی، جایی که هوش ذکاوت حرف اول میزنه. ما با یه سری از دوستانیم که غریبه هم نمیشناسیمشون دوست که حساب نمیشن، کسایی که متفرقه رو پیدا میکنیم و میایم تو برنامه باشون مصاحبه میکنیم، گپ بزنیم، میگیم بخندیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط یاد نره که این ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، کامنت بزنید، نظر زیباتو این پایین بنویسید، بزن بریم. آقا بیا. آقا آقا خودتون معرفی میکنی؟ سلام، خسته نباشید. ایمانم. شما هم معرفی بکنید. منم سلام، ریحانه هستم. خیلی خوش اومدید برنامه ما. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. ما اینجا با آدم‌هایی که نمیشناسیمشون مصاحبه میکنیم، گپ میزنیم، چون خیلی موقع آدم‌ها فکر میکنیم که بعد با آدمایی که خیلی میشناسیم آقا صحبت بکنیم. آقا همه ماها منحصر به فردیم، چرا اینو باور نمیکنید؟ ما باید با آدم‌های مصاحبه بکنیم که آقا نمیشناسیم و ببینیم که آقا چه چیزهایی بلدن، چه کارهایی بلدن. خیلی مخلصیم. من این سوال‌ها از شما میپرسم اگه اوکی باشین، که ببینیم که چی کار میکنه. این سوال اسمش یخ شکنه، میدونی؟ یعنی من اول این سوالو میپرسم که شما خود یختون شکسته بشه که بتونید ادامه ویدیو رو با هم دیگه بهتر ببریم جلو. اگه یه پرنده بودی چی بودی؟ اگه یه پرنده بودم آره. کی شاید احتمالاً همای سعادت. شما چی؟ قو. جان؟ قو. اگه حالا مثلا حیوان بودین چی؟ حیوان؟ مثلا یه روز مثلا آره. سوال سختیه. اینا تست شخصیت شناسیه دیگه بالاخره. من بگم آهو. بسیار عالی. شما ما هم بازی کنید این سوالا رو بگید. شما چیه؟ شاید گربه پرشینی. داداش شما باید ماشاءالله گرگ، شیر رو اینا شیر و خمیان دیگه خیلی ترش در میاد دیگه. حیوانی گفتم خودم دوستش دارم. اگه میتونستی یه غذای عجیب غریب درست کنی چی درست می‌کردی؟ چی با چی قاطی می‌کردی؟ معمولا میرزا قاسمیایی که درست میکنن دیگه هر چی گیرم میاد میریزن توش دیگه. درش هم یه اسمی اصلا مشخص نیست چیه. حالا اسم میرزا قاسمیه ولی محتویاتش مشخص نیست. این بچه‌ها شما تو کامنت شما چی؟ مثلا آشپزی نمی‌کنن. هیچی اصلا. ایمان هست دیگه. شما دیگه ماشاءالله آقا ایمان. آقا ایمان اصلا ببین مرد نمونه آقا ایمان. اصلا مرد اصلا خانوم نباید آشپزی کنه که. خانوم باید بگه که آقا خسته نباشید مرد من، خوش اومدید اینا. پیشمن ببند و مستقیم آشپزی. تمام. آقا من چقدر بعد امیرحسین قیاسی انقدر ویدیوهاش من دیدم، خدا ازت هر جزی سلامت باشی. حالا میخوام اینتون بگم که بازی مورد علاقت خارجی یا میتونه ایرانی خارجی؟ جواد عزتی. اکبر عبدی ماشاءالله. اگه یه روز جاشون بودین چیکار می‌کردین؟ شما بگو. بخوای شما بگو فرق نمی‌کنه. کمتر کمتر منظورشون اینه که مثلا اذیت می‌کردن، شوخی می‌کردن مردم. بله. شما اوکی بگوزین. شما چیکار می‌کردی؟ راستشو بگو دیگه. راستشو بخوام بگم اصلا جواد عزتی یه کاراکتری که داخل فیلم واقعا زندگی میکنه. من نمیتونم آره واقعا نمیتونم. زنم با اون کاراکتر سوء استفاده می‌کردی مثلا 100% نه. بگم خیلی 100% یا اصلا موندم. دمت گرم واقعا. استفاده نمی‌کردی؟ نه چه استفاده؟ اگه قرار بود یه لباس عجیب غریب میپوشیدی و بیای تو خیابون که یه روز مثلا مردمو شاد کنی چه لباسی چه ترکیبی لباس میپوشیدی؟ اگر خودم بودم احتمالاً کت و شلوار میپوشیدم با دمپایی. من شورت رو شلوار میپوشیدم. آقا بعد نی که سوپرمن مگه همین کارو نمیکنه با بتمن؟ آقا من چیز عجیب غریبی چشی. شما هم که حالا فکر کنم میخواید بگید. نه نمیگم. آره همون سوال خیلی موقع نمیدونم آقا. خواننده مورد علاقت کیه؟ محسن چاوشی. به به. من می‌خواستم بگم. خب اب نداره شما جفتتون میگین محسن چاوشی. البته من خواننده مورد علاقم دو تاست که تو دنیا متفاوتن، یکی امیر تتلویی که محسن چاوشیه دیگه. واقعا جفتشون درجه یکه. حالا اگه جان وام با منه آقا
کات نزنی ادیتور. بازی مورد علاقه میگم بازیگر، خواننده مورد علاقه آقای چاوشیه، درسته؟ جالبش اینجاست که شما باید یه تیکه از شعر ایشون رو بخونید. بلند، فالش. میدونی یعنی اصلا ایراد نداره. آره یه تیکه ازشو بخون. در حد مثلا یه تیکه مثلا در حد یه بندش رو یه جمله. صدای خروسیمو. بابا من اصلا هر کی بهتر، شما فکر کنم بهتر میخونید. من میخونم ولی تو همون میخونم، اینجا نمیتونم بخونم. نه یه تیکه برو داداش، میخوام من بخونم یخت باز شه. آره شما بخون من یخم باز شه. دل من اسیر توه، خوب دوست دارم. خیلی مخلص. واقعیتش من نمیتونم بخونم. جدی بهتر از خیلی خواننده دی کنسرت میخونم ما. برو داداش. آره صدات به این خوبی. بخون. آره داداش میتونی، داداش میتونی. خب داداش دوربین به خاطر من بخون. عشقته داداش. کدومشو بخونم؟ این هم آهنگش من هر کدوم. واقعا ساعت دی بریم با هم اینو با هم بخونیم. میخواید مورد 26 شو برم؟ برو نمیدونم کدومه برو. من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. دمت گرم داداش. آقا پشت صحنه داداش جدی خوب خوندی که، خیلی خوب خوندی داداش، جدی بهتر از خیلی از خواننده‌هایی که میاد کنسرت اینجا فالش و فولش و میکس و مستر آتو تیو میکنن. بابا بهتر خوندی جدی. دمت گرم. اعتماد نفست بیار بالا که اصلا ما اینجا یاد میدیم که آقا اعتماد نفست زیاد بکنی. حالا من راحت صحبتش بکنی سیس میکنی. خنده‌دارترین صدایی که میتونی در بیاری چیه؟ میخوام من خودم بگم چی میتونم خوب در بیارم؟ میتونم صدا میمونو مثلا در بیارم. بعد بریم میمونه با هم. منم برم. باباش میشه. من برم. فردا پخش میشه آبرو استاتمون میره. خب نه فردا پخش نمیشه، هفته بعد. هفته بعد یه هفته فرصت داد واسه فرار. نه خب ببین ما باید سرگرم بکنیم. میدونید بعضی اقتصادی دیگه شما خود میدونید درسته. ما آدمات ببینن ما رو بخندن اینا. سابسکرایب کن، ما داریم زحمت میکشیم. ممنونتم. لایک کامنت بذارید. من خودم میخوام شما برو. من زحمت میکشم بزنم تو آقا بزن لایک کن. سابسکرایب بزن. من برم. شما برید. من میمونم وحشیه. خیلی وحشیه. آره. یعنی یه حالتیه که میخواد به سمت چیز بره. آقا بریم سراغ آیتم بعدی. آماده اید؟ بفرمایید. کلماتو همخونی کن و امتیاز بگیر. بریم با هم ببینیم بخشو. خیلی خوش گذشته بهتون. ما این آیتم ویسپر چالنجه. خب آیتمی که ما این هدفونو الان میشنوی؟ خیلی کم صداتون میشنم ولی صدا آهنگ میاد. الان چی؟ الان اصلا نمیشنوی؟ چه خبر؟ خوبی؟ از کجا میفهمی میگم خوبی؟ آقا شماش بگو خوبی؟ خوبم. آقا باید من زیادترش کنم اینو. داداش من لبخانی خوبه. جدی؟ خب نبین تو کدوم؟ بهش بگو پرنده آسمانی. پرنده آسمانی. یه بار دیگه. پرنده میتونم اکت دارم؟ آره. نه. پرنده آسمانی. 60 ثانیه وقت دارم. پرنده بعدی. پرنده متوجه نمیشم. پرنده برای برنده. نمیتونم واقعا اکت دارم؟ نه. پرنده. من دارم کلمه ها رو. پرنده. بیا نمیشه شو. سوسیس دودی. یه بار دیگه آروم بگو. سوسیس جوجه تیغی. سوسیس دودی. به خدا متوجه. اینو بگیر. اینو من باید بگیرم. سوسیس دودی. من حس می‌کنم میگه جوجه تیغی. سوسیس. توسی. سوسیس دودی. پرنده. قوری. کتری. کجا رفتی؟ کجا میشه؟
ساتور، چاقو، سوسیس خیار، تخته، ساتور، سوسیس بابا من نگاه رنده، بعدی کفش پشت بلند. کفش پاشنه بلند کفش پاشنه بلند متوجه نمیشم. کفگیر، کفش کفگیر، کفش کفش، کفش پاشنه بلند کفش پاشنه بلند. آفرین. بنازم آقا بعدی چرا من دارم خوش است. یه امتیاز. گربه خلبان. گربه قرمه سبزی. گربه خلبان یه بار دیگه واضح بگو. گربه قرمه، گربه یه گربه، نه گربه خلبان گربه، خلبان قهرمان، خلبان پرنده، خلبان بالدار، بابا خلبان گربه بالدار، خلبان قهرمان، خلبان. گربه خلبان. ماهی دلغک. ماهی دلقک ماهی دلقک قزلالا، دلقک قهرمان، دلقک دلغک، بابا ماهی دلغک. بگی شما. بنازم آقا ما اینجا میکروفون چون داریم این برنامه رو می‌کنیم ماشاءالله امتیاز رو شما گرفت. تمامه؟ بله چند چیز در گرفتم؟ بیارم 3 امتیاز. در بیارم. مبارک. کمرم گرفت. سیبری، سیبیل سیبری، سیبری سیبری درست. پیتزا پرنده. پیتزا پرنده، پیتزا پرنده، بیس پرنده پیتزا پرنده، 25 پیتزا پرنده، پیتزا، شاپرک پیتزا، پیتزا پرنده، پیتزا پرنده، بیشباور چی پیتزا، پیتزا پیتزا پرنده، پیتزا پرنده، پیتزا پر پرنده، پیتزا پر دیگه پرنده، پیتزای پرنده پیتزا پرنده. بنازم. مبینه داداش. مبینه داداش. مبین داداش، خیلی بد میگیرم مبین داداش، مبینه داداش. مبینا داداش، مبینا داداش مبینه داداش یه تئوری. مبینه داداش یه تئوری. سگ نگهبان. سگ نگهبان، سنگ پا سگ نگهبان، سگ نگهبان، نه. سگ نگهبان، سگ نگهبان، سنگین سگ نگهبان، بابا درست بگو سگ نگهبان، سگ، دیوونه سگ نگهبان، سگ نما نگهبان، سگ. نگهبان، سگ نگهبان باریکلا. مرسی. خیلی ممنونم. مرسی. خیلی ممنونم. تموم شد؟ میبینی چرا کاملا مساوی میریم برای پارت بعدی. آماده اید؟ بریم. بریم. حدس بزن دروغ میگم یا راست میگم. بریم با هم ببینیم بخش رو لذت ببریم. آقا خوب بود تا الان. اصلا حالت خوب نشده. الان خنده رو الان خنده. الان بیشتر خنده لباتون نیومده جدی. خدا رو شکر بیشتر که 100 سالتون رسیدیم به آیتم کی دروغگوی بهتریه. جایی که بعد ببینیم که چه کسی دروغگوی بهتریه و میتونه قشنگ‌تر نقش بازی کنه. شما یه سوال از ایشون بپرسید که نه سوال نپرسید. شما بگید که یه موضوعی تعریف بکنید. آره یه دروغی یا میتونه راست باشه میتونه دروغ باشه. ایشون ما حدس بزنن که دروغه یا راسته. میدونستی ما سگ در خونمون پلنگ بود؟ چی؟ سگ در خونمون پلنگ بود. راست میگه؟ سگ در خونمون پلنگ بود. جدی؟ یعنی چی؟ سگ دم خونه جو یعنی پلنگ بود به عنوان سگ ازش نگهداری می‌کردیم در خونه. نه. عجب. خب حالا شما بابا دمت دیگه من خونتون شما محلتون کجاست برادر من نیام اونجا. شما چی؟ من تو بچگی دماغی که شکوندم بابام هم دیگه دادم. راسته یه دروغه؟ نه دروغه. دروغه؟ دروغ بود؟ سه بچه‌م نمی‌خوره. یک امتیاز مثبت برای آقا ایمان. بزن دستو. ادیتور. خب
اون زمان که والیبال بازی می‌کردم با توپ زدم دماغ یکی شکست. میخورن اسپک زدم دماغ یکی شکست. درسته؟ دروغ خود آقا ایمان بعد یه خود اسم امیره بعد دفعه من امیرم خودم ولی خب بله آقا ایمان حتما بعد این ویدیو شما تو دارم با یه سر ارتباط هستیم که میخوام ویدیو براشون بفرستم. البته آقا توپت اومد نمیبرین ببخشید من توپت خودم شوت بزنم وایسا من واسه ضبطم ولی میزنم نذاشی بزنم یه ببینید خوبیای لذت برد. تو نوزادی از بالای رخت خوابه افتادم زمین. درست میگه. درست بود؟ دمتون گرم. آخه همه چی یه سوال پرسم احساس می‌کنم کسی برنده نمیشه تو این موضوع. سوال من اینه از شما که آقا شما به رابطتون از 1 تا 10 که مثلا میشه کاپل چه امتیازی میدین؟ از 1 تا 10 10 بالاتری میشه. 10 بالاتری میشه؟ من میتونم 9.75 بدم. یعنی در مسیر کامل‌تر شدن هست. در مسیر است. شما چی؟ 9 میدونی که باید بهتر بشه. ببین دو طرف وقتی میفهمن که آقا زندگیشون باید قشنگ‌تر بشه، رابطه‌شون قشنگ‌تر شه، همین این بسته. همین که به هم احترام میذارن یعنی این بهترین موضوعه. خیلی مخلصیم. یکی دیگه شما بگو اگه نتونید ببرید یه 2-1 شما برید این آیتم رو. آیتم حساس سنگین وزن نه یه چیزی دیگه بفهم. بعدا ما ترجمه امان از این مصاحبه هایی که رضایت پخش دارید که همین دست گم میدید پخش اوکیه. بفهم. من تو سن 17 سالگی زمانی که موتور داشتم رانندگی می‌کردم با یکی شاخ به شاخ تصادف کردم و یارو دست پاش شکست ولی خودم هیچی نشد. تو از این کارو برمیاد ازت داره. ولی من دروغ گفتم. عجب. آقا ایما خیلی مخلصی. زیاد خوردم. خیلی مخلص. خودم زیاد خوردم زهیر. خیلی مخلصی. نه من چرا خیلی خوب بلدن بگن حالا ما که ترویج نمیدیم این کارو ولی خب شما سعی کنین که صداقت رو در کارتون پیشه کنید که دروغ نگفتیم. یه سری چیزا رو برعکس کردیم. برای مسابقه است. میدونید جنبه فان داره. 3-1 ایشون در واقع ایشون میشه 6/3 درسته 6/4. آماده آیتم بعدی هستید؟ بریم آیتم بعدی. همدیگه رو چقدر میشناسید؟ بریم با هم ببینیم آیتم رو لذت ببریم. بازی اینه که کی بهتر همدیگه رو میشناسه و اینکه ما میخوام چند تا سوال بپرسیم ازتون. سوال اول رنگ مورد علاقت آقا ایمان آبی. مشکیه. نه رنگ مورد علاقه من مشکی. شما؟ آها برای من صورتی. بگم برای ایمان. نه برای آقا ایمان رو گفتم. خب برای ایمان آبی. آبی. آره. شما چی دوست دارید ولی مشکی. خب. بعد این دیدی. مشکی دوست ندارم. رنگ مورد علاقه پرسیدم. فیلم مورد علاقتون. فیلم؟ ایشون. فیلم مورد علاقه منو بگه؟ نه شما فیلم مورد علاقه ایشونو بگید. آها من فیلم مورد علاقه ایشونو بگم. چیز بود اسمش چی بود خدا؟ نه زمانی چند کنیم آقا استرس ندید. اسم خوبی داشت. آختی عزیزم. انقدر سول با دیدم اینجوری شده گردنم. کارتون زیاد نگاه می‌کنم کارتون زیاد نگاه می‌کنم. کارتون مورد علاقه. کارتون مورد علاقه شون ولی خب اسمورفا رو من خودم چی؟ اسمورفا. جان؟ اسمورفای آبی. اسمورفای آبی درست بود. تفاهم. ببینید حتما ببینید هر فردی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه با خانواده‌تون بشینید با همسرتون با عزیزاتون بشینید مسابقه رو با هم بازی کنید ببین چقدر هم میشناسید آقای فیلم چقدر من نگاه میکنم چیکار داری خب غذای مورد علاقه آقا ایمان اوه نمیدونی آقا میگم تا حالا حرف نزن. غذا نخوردیم با هم. ایمان هر چی بگم بگی نکشتمه. غذا نخوردیم ما. نه دیگه آقا ایمان شما ببین ما با هم بستیم داداش. ما غذای مورد علاقه؟ من خودم پیتزا. ایمان نکنه مثلا خود من هر چی بذارم عشق می‌کنی. آره؟ رفیق جدیدم آقا ایمان. رفیق جدید قدیمی دستپخت داره یه لحظه ببین واقعا دستپخت داره دست بزنید بچه
واقعا خیلی قانع شدم میدونی، یعنی تا حالا توی همه مدتی که دارم تولید محتوا میکنم غذای مورد علاقه شما. خب چی؟ چی؟ چه غذایی؟ چه غذایی میگه به به مثلا میدونم میز کوفته. این غذا رو کی درست کرده؟ کوفته؟ واقعا؟ تفاهم رو ببینید شما در دو مرغ عشق میتونید مشاهده بکنید. و سوال آخر، 3 تا کاری که وقتی که مثلا ناراحتید انجام میدید. هر دوم با دیگه یا من برای ایمانو؟ نه دیگه شما برای ایشون بگید. یکی من به برای یکیه رهبر. دیگه. آره دیگه. تو آهنگ که گوش وقتی ایشون میکنه، ناراحته تنها و سکوت. آهنگ گوش میکنه، سکوت، آهنگ و تنهایی. تنهایی. درسته؟ ایمانو باید ازش حرف بکشی. نه این درست بود. آره. خب تفاهم. بفهم شما بگید. باید ازش حرف بکشیم، تو نیستش مثلا خوش بیاد صحبت کنه. خب بعد مثل که شما معلومه همینه آقا ایمان. خب دیگه صحبت بغل. نه خب صحبت بله بغل مجاز دیگه. این چی؟ خب سومیش اگه گفتی اگه به جاهای صحبت سفر قدم زدن آقا اصلا ما متوجه نشدیم که آقای ما گفت قدم زدن. خب کاملا اصلا ایشون نگفت قدم زدن. منم نشیدم میکروفون اینجا گفتم قدم زدن. اگه من میگفتم. دمتون گرم. باغ وحشه. داداش من اینجا دارم ویدیو میگیرم. آیتم بعدی آیتم آخره. آماده چندن؟ این که مسابقه این که چیز نبود. همشون درست گفتم. آقا برد و باخت نداره که جفتش یکی. 7-5 برنده نداریم بازی. آیتم بعدی پانتومیم کی بهتره؟ بریم با هم نگاه کنیم و لذت ببریم. آیتم آخر جمع آخر نیست ولی برای پانتومیمه. خب از بین این کلمات آره از بین این کلمات 3 تاش انتخاب بکن، یکیشو الان برو. 2 دقیقه برای تایم میگیرم. 3 تا رو قراره آقا ایمان بگه. خیلی مخلصیم. 3 2 1 برو آقا ایمان. خونه در چوبی مهمونی بالاتر میگیری. پنجره؟ چی میگی؟ در رو باز میکنی میری بیرون؟ این دره؟ خب در آهنی. خب چند کلمه ایه؟ 2 3 تو کلماتت گفت در، بعد شما یه گفتی در بیرونی درونی خارجی. در باز. آفرین. بیا داداش در باز کن. بیا بعدی. در باز کن نبود، در رو باز کن. در باز کن بود. در باز. بیا بعدی مونده. بیا در باز کن. برو. اینو برو. جوجه سیخ. جوجه سیخ. درسته. جوجه سیخ کن. سیخ چوبی. سیخ جوجه ای. باری کلا. بیا یکی از اینم برو. اب نره چی میدونی برو. بناز. دیگ قابلمه قاشق کفگیر ملاقه. باری کلا آقای ما خیلی مخلصیم. بیا داداش. 3 2 1 بفرمایید. 2 دقیقه. 2 حرفیه. یه دقیقه آقا یعنی پاس کلا یعنی اونجا پاس کن. اونجا پاس چیه؟ آره حالا 7-5 ها. 2 حرفیه. حرف اول 3 2 1 حرف دوم یه خود این ورتایی میخوایم. بله دایره است. خب آینه آینه، خورشید، آفتاب،
سپر، آسمون، کهکشان، ماه، آسمون، ماه، ماه فضایی، ماه قهرمان. بابا این الان جمله اولی رو بیا می‌خوای بگی؟ بیا بعدی اب نداره. داشتم میگفتم. اینو برو. چند کلمیه؟ 2 حرف. حرف اول دوم. خب سرآشپز، پیشبند میبنده، پیشبند، سرآشپز، آشپز، آشپز رستوران، داره خورد میکنه. ما آشپز ما ماهر. باریکلا داداش بفهم. این راحته اشاره میکنی. گفتی الان مورد اول چی بود؟ آشپز ماهر. نه خب این الان این چی ایشون داره چی بازی میکنه؟ 2 حرفیه. آقا ایمان بگو. 2 حرفیه. کلاه، نقاب کلاه، کلاه پرنده، کلاه خلبان، کلاه خلبانی. اینم آخرش هم شما برید دیگه. میتونی بری کاری نداری. این چیه؟ یه چیز ریزه دیگه. مورچه، مورچه بالدار، مورچه پرنده، مورچه وحشی. این 2 دقیقه تمام. من برم بچه ادامه شو. فزان اول. فزان گفتیم فزان اول. خیلی ممنون. آقا خیلی ممنونم. خب امتیازه رو به ما میگید. 7 6 آقا ایمان یکی رو نتونست بگه دیگه درسته؟ 7 6 آقا ایمان برنده این صحبتی بکنه. این برنامه ما شد. این قسمت از هوش و ذکاوت، سرعت عمل و چیزهای دیگه و ایشون هم بسیار عالی بودن، ولی خب آقا ایمان بعد یه خود راه میداد که نداد. تونست خوب دروغای خوبی بگه توی اون بازی و تونست که کاپ اخلاق برنده بشن. ایشون خیلی ممنونم که تو برنامه شرکت کردین. خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو با ما سپری کردین. اگه حرفی دارید ممنون میشم. البته این یه چالش بود. مسابقه من نمیبینمش، برندم نداشت دیگه. یه دست به افتخار آقا ایمان و ریحانه خانوم. درسته گفتم. این هدیه ما هم بفرمایید خدمت شما. امیدوارم که حتما بخونید چون کتاب خیلی کم. دوربین اوکیه؟ عقب‌تر نمیخوای بری؟ دوربین افکارتان رو تغییر دهید. یعنی خیلی موقع آدم مثبت فکر بکنه و خیلی موقع باید یه خود بینشش و نگاهش رو عوض بکنه که بتونه بهتر زندگی بکنه. امیدوارم که بخونید و لذت بخش بشه براتون. خیلی ممنونم. اگه حرفی دارید ممنون میشم تو ویدیو بگید. برنامه‌تون هم عالی بود واقعا. خیلی ممنونم. آیتم هم واسه سرگرم کننده. ممنونم. زنده باشید. ما شناخت بیشتر شد دیگه. زنده باشید. ما گفتیم که آقا بیایم این ایده رو بذاریم که آقا با دوستانی که مثلا حالا غریبه هستن صحبت بکنیم، آشنا بشیم و خیلی مثلا باحال‌تر میشه. این ایده به نظر خفن بود. یه جمله هست من خیلی قبولش دارم. میگه همه جا کسایی هستن همشون غریبه نیستن، دوستایی که فقط تو باشون آشنا نشید. واقعا همینطوره دیگه. واقعا دمتون گرم. واقعا لذت بردم. خیلی ممنونم. اگر رضایت پخش شدین خیلی ممنون میشم که دستتون بدید نسبت به دیروبی. و اینکه دنیا جای قشنگتری بود اگه یه جمله پایانی هم به دوستان بگید که و شما هم بگید اگه تو کامنت ها دنیا جای قشنگتری بود اگه چی میشد؟ دنیا قشنگتری اگه همه به عقاید هم احترام میذاشتیم. بسیار عالی. میگم ولی گفتن جمله‌ای که تو می‌خوای بگی و هم نگفتم. شما رو به دوربین بگید. خود بالاترم بگیم. دنیا جای قشنگتری بود اگر آدم‌ها بهتر میتونستن به هم دیگه احترام بزنن و صادقانه تر عمل کنن. دمتون گرم واقعا. اگه شما هم نظرت دارید حتما این پایین بگید و بگید که دنیا جای قشنگتری بود اگه چی میشد. و خیلی ممنونم که این ویدیو تماشا کردین. حتما این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستاتون بفرستید که اونم ببینن کلی بخندن. و اگه دوست تو ویدیو ما باشی فقط کافیه این پایین یه کامنت بذاری. و اگه داری از اینستاگرام نگاه می‌کنی یه کامنت ساده، اگه داری از یوتیوب نگاه می‌کنی فقط کافیه آیدی اینستاگرام رو بفرستی. در پناه حق فعلا. No era amor.
آقا خیلی خواستم خوب. بگیرم رو امیرحسین قیاسی، می‌خواستم بگم خنده علی قشنگ‌تر میشه. آقا دمتون گرم. خیلی لطف کردید. قربونت برم. ببخشید بازم سلامت باشی. آقا این پلاستیک هم خدمت پلاستیک هم بهتون بده.